تقریبا 150 هکتار زمین رو در ضلع غربی ورزشگاه سمت مس گرفتیم، همون بین میدان امام حسین با میدان تازه تأسیس مس. زمین بسیار خوبی است، الان در حال طراحی و کارای عقد قرارداد با شرکتی که بتونه وسایل شهربازی رو بسازه اونم در حال انجامه، داره کارش میره جلو. انشالله به همین زودی زود اگر خدا بخواد بحث کنگزینیش رو تو دستور کار میذاریم و کار رو به حال قوه الهی میبریم. احتمال داره که داخل بخشی از این مجموعه داخل دوره خود شما تا پایان دوره شورای ششم افتتاح بشه؟ از اونجا پروژه سنگینی، فقط شهربازی تنها نیست، یک مجموعه گردشگری و تفریحی و شهربازی و آخرش بحث میدانانی شو اسب و غیره و سالک هست. پروژه بسیار سنگینی، خودش حتما 5 سال زمان میخواد، ولی امکان داره که فاز 1 شهربازیش رو بتونیم با توکل به خدا تو همین دوره به اتمام برسونیم و مردم ازش استفاده کنیم.